زندگی چقدر زیباست، چقدر شگفت‌انگیز است زمانی که صبح از خواب بیدار میشی و خورشید زیبا بر رویت بتابد. چه چیز زندگی را بی‌نظیر و زیبا می سازد؟ زندگی به خاطر زیباست که هر آنچه که شما دارید و یا قرار است با آن روبرو شوین و یا چیزی که شما قرار است با آن کنار بیاین، زندگی هنوز هم زیباست. زندگی قطعات متحرک دارد ولی زندگی همیشه زیباست. هر روز یک روز جدید و یک فرصت دیگر است که شاید دیگران آن را نداشته باشد. این زندگی که بر شما داده شده و این زندگی که شما در آن به صورت موقتی قرار گرفتین، این از آن چیزی که شما تصورش میکنین معنایش زیادتر است. هستند کسایی که زندگی خود را دست کم میگیره و این جهان با این بزرگیش دست کم میگیرن، به عوض از این که به این پی ببرن که به بهترین شکل ممکن از این فرصت زندگی خود استفاده بکنن. و حالا در این سفر زندگی شما قرار است با شرایط چالش برانگیز مواجه شوید و احتمالاً چالش های قابل ملاحظه در مسیر زندگی شما قرار بگیرن. شما شاید به جای قرار بگیرین که نتونین درک بکنین در این لحظه نشان میده زندگی شما را دوست نداره. زندگی یک چیز زیبایی است که خداوند بر شما داده، پس شرم است بر شما. هیچ کس حق از این را نداره که زندگی تان خراب بکنه. هیچ کس حق از این را نداره که زندگی تان کنترل بکنه. هیچ کس حق از این را نداره که خوشیهای شما را از شما بدزده. این زندگی شماست و شما حق از این را دارین که به بهترین شکل ممکن زندگی تان به پیش ببرین. شما باید به زندگی خود نظم ببخشین و تمام کنترل و مسئولیت زندگی خود به عهده بگیرین. نتیجهش هر آن چی که بوده باشه را به گردن بگیرین و هر آن چی را که شما در این لحظه آرزویش دارین و به امیدش هستین، قرار است چیزای زیاد صد راه شما قرار بگیره که سرعتتان کمتر بسازه. شما با چالش های زیاد روبرو شوین. در عوض از این که شما از چالش ها فرار بکنید، بهتر است که به سوی چالش ها در حرکت شوید. باید این را درک کنین که زندگی شما بی‌معنی نیست و دلیل داره که شما در آن قرار گرفتید. در موقفی که قرار میگیرین شاید به این فکر شوین که چقدر زندگی بالای ما سخت میگذره. فقط این را به یاد داشته باشین که گاهی اوقات شما باید خود را آماده به این بسازین که با چالش های سخت‌تر روبرو شوین. جرأت از این را داشته باشین که با چالش های سخت‌تر مواجه شوین. شرایطی که شما را در یک موقف قرار میده حتی به شما این حس میده که شما دیگه با ارزش نیستین. هرگز این اشتباه را نکنین. شما انسان با ارزش هستین. شما برای چیزی آفریده شده، بی دلیل و بیهوده خلق نشدید. شما برای هیچی به دنیا نیامدید. تحفه زندگی بخشش است. تحفه زندگی دریافت کردن است. هر آن چی که باشه مهم نیست، خوب یا بد. درک بکنین که این شرایط و این چالش ها و سختی ها باید به زندگی شما اتفاق بیفته. شما به یک نقطه خواهید رسید که
شاید در اون لحظه شما احساس ناامیدی کنین، یک حالت سر شما بیاید در زندگیتان که در نقطه آخر قرار گرفتین. برخیزین و تنها چیزی که بر شما باقی مانده که انجام بدین او برخاستن است. برخاستن به خاطر از اینکه شما توانایی و قدرت انجام دادن چیزهای زیاد را برای مدت طولانی دارین. شما باید خود را مطمئن بسازین به این که شما قادر هستین که کارهای زیاد را انجام بدین، نه ای که کارهای کمی را انجام بدین. با چیزهایی که خارج از کنترل شماست تشویش نکنید و تمرکزتان روی چیزهای قرار بدین که در کنترل و اختیارتان هستند. کنترل زندگی خود را در دست بگیرید و فرصتها را به گونه درست و مناسب مدیریت کنید. به خود باور داشته باشید و این را بدانید که وقت بر شما تمام نشده. هستند کسایی که کوشش میکنه شما را از آن چیزی که در دلتان هست که میخواهید به آن مبدل شوید شما را ممانعت میکنند و میگویند که شما نمیتونید به چیزی که دلتان میخواهد تبدیل شوید یا به چیزی که دلتان میخواهد برسید. نهایت کوشش خود انجام میدن که شما را از هدفتان دور بکنه و شما را هم مثل خود به یک انسان بدبخت تبدیل کنند. هرگز اجازه ندین که بدبختی زندگی شما را کنترل کنه. با کس اجازه از این را ندین که بر شما بگوید چگونه زندگی کنین. با کس اجازه از این را ندین که هدفتان مورد تایید خود قرار بده. سرنوشت و مسیر زندگیتان مورد تایید قرار بده. شاید کس خیلی وقت پیش بر شما گفته باشه که شما انسان با ارزش نیستید. حتی کس شاید به چشم شما نگاه کرده و بر شما گفته باشه که شما قادر به انجام هیچ کاری نیستید. من همین لحظه بر شما میگم که از شما همه چیز ساخته است. من همین لحظه میگم که از شما همه چیز ساخته میشه. من همین لحظه میگم که باید از شما چیز ساخته شود برای زندگی که شما مبارزه دارید. ایره بگویم که در جایی که هدفتان تعیین کردین ترس، بهانه، ناباوری این چیزا وجود نداره. هیچگاهی اشتباه را نکنین که هیچ کس از شما کرده بهتر انجامش داده نمیتونه. هیچگاه منتظر کسی نباشین که هدف شما را به واقعیت تبدیل کنه. شما باید هدفتان را به واقعیت تبدیل کنین و تمام کنترل و مسئولیت زندگیتان به عهده بگیرین.